در واقع من میخوام به جنریشن خودم، به پدر مادرهایی که این انقلاب رو جنریشن ما کردن، امروز نباید نیکا بمیره، امروز من باید برم جمهوری اسلامی رو بندازم دور، خامنه‌ای کثیف رو بندازم دور، امروز او تیر باید تو سینه من بخوره، امروز نیکا و نیکاها باید ایران رو بسازن. من امروز من نقشی دیگه ندارم، امروز من 60 سالمه دیگه نقشی ندارم، امروز باید بچه من آینده تاریخ ایران و ایران رو بسازه. بچه های این جنریشن هیچ گناهی ندارن، ما به خاطر نپختگیمون، ما به خاطر اینی که نمیدونستیم، جنریشن ما و جنریشن قبل از من بالاخص، چون من وقتی که انقلاب شد 18 سالم بود، ولی جنریشن من و متولدین 40 30 30 در واقع ما انقلاب کردیم و همه ما امروز توی خونه هامون قایم شدیم. بچه های 17 ساله، بچه های بین 14 ساله تا 30 ساله توی خیابون ها امروز نباید اینو توی خیابون ها باشن، امروز وظیفه ما پدر مادر هاست. نمیدونم چرا نسل گذشته بلند نمیشن، چرا اونهایی که 50 سالشون 60 سالشون 70 سالشون امروز قایم شدن؟ چرا؟ انقلاب رو ما کردیم، تاوانش شما باید بدید. شما باید، نسل جوان، جنریشن جوان باید تاوان اینو بده. من میخوام بمونم برای چی؟ چه کار کنم دیگه؟ توی مملکت جنریشن ما رید توی مملکت و امروز بچه ها رو جلو انداختیم و ما تو خونه قایم شدیم. بلند شین لطفاً، بلند شین بیاین توی خیابون، شما سینه‌تون رو بزنین جلو سینه نیکاها، جلو سینه بچه هایی که امروز دارن کشته میشن. اونها، ایران ما نیاز به جوانهایی مثل اونها داره. ما ها نمیخواد دیگه خیلی قایم بشیم و خودمون رو پلیتیک کنیم. Thank you.